بسم الله الرحمن الرحیم. درس یکمی آموزش زبان عربی، الفبای عربی. الف در بالایش همزه، ب، ت، ث به نوک زبان، ث، جیم، ح به حلق گفته می شود، ح، خا، دل، ذل به نوک زبان، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، تا یا اتق، تا، زا یا ازغه، عین، غین، ف، قاف، كاف، لام، ميم، نون، ها، های آزاد، ها، واو، یا. این بود حرف های زبان عربی. برادران عزیز مهربان، السلام علیکم و رحمت الله.